دیروز در مکتب مخصوص جمهوریوی برای کودکان دشوارتربیه هنرمندان تئاتر بچگانه افسانه نمایشنامه زنگولچه سحرناک را پیشکش طالب علمان این درگاه نمودند. باید ذکر نمود که افسانه یگانه تئاتر بچگانه است که از 5 اپریل سال 1991 عرض هستی دارد و در آن تنها هنرمندان کوتاه قامت فعالیت میکنند. شما چی مکشید؟ اون مکشید زنگولچه برای یک بار گیرم. جین یک بار گیرم. ساملا رو گیرم این قدر زیبا. جین. باید گیرم و قدر زیبا است. التجا میکنم. جین مکشید، اون مکشید زنگولچه یک بار گیرم. و همچنین طالب علمان تأثیرات خود را درباره نمایشنامه ابراز داشتند. من خیلی از این صحنه خرسند شدم ولی به من پسند آمد که جای زنگوله رو میگیرند همون جایش به من پسند آمد. خیلی خصوصیت تربیویش به ما خیلی پسند آمد. از روی بعد گرداندن آدم رو. این برنامه یکی از برنامه‌های بهترین بود بر من. این برنامه آدم‌هایی که گپ‌های معلم‌ها رو گوش نمی‌کنند و درس گریزی می‌کنند با هر کس جوراب بازی می‌کنند. این همین برنامه آنها رو از کارهای کردهشون برمیگرداند و به مکتب برمیگرداند که آنها گپ‌های معلمانشون را گوش کنند ولی از کارهای خود پشیمون میشوند. سرور این تئاتر رو بیگ محمد اسام‌الدینov به عهده دارد. نمایشنامه زنگولچه سحرناک مقبول اهل نشست و آموزگاران گردید. در فرجام استاد بیگ محمد برای طالب علمان هنر ساحری و بازی‌های سحرناک را نشان داد. با وجود فعالیت 28 سالش تئاتر مذکور تا به امروز بنای اساسی ندارد. از طرف حکومت به ما جای دادند، از حکومت شهر باغ خیام ده حاضر جای دادن. اونجا جای تماشابینش کمتر بود. ما خواهش کردیم، دیروز مکتوب کرده دادیم، نیت است که یک جای کشادتر جدا میکنه. حاضر در باغ خیام، لیکن دیروز تلفن کردن که باغ فردوسی در یک آمفی‌تئاتر خوب ساخته شده است، شاید اونجا میگذاریم. مثلا از میشدم دستگیری کنم، مثلا تئاتر افسانه ساخته دیان فعالیت که ما اینوالید ها همه ما اینوالید هستیم. همین آدم مرحبا بگم من اصلا میدین دستگیری کردم ما را صاحب جای کار کرده. یک کار کرده وقت ما خوش میشد بسیار.